خدای مهربان با فضل و کرم خود جمیعشان را مغفرت بنمایی و خدای مهربان در هر یک قدمی که برای ادای نماز جمعه این بندگان تو گذاشتند در قدمشان خدایا در هر یک قدمشان حسنات کتابت بفرمایی و تمام گناهان اهل این جمعیت ما را خدای مهربان مغفرت بگردانی و خدایا باز این جمعیت ما را تا هفته دیگر صحت و سلامت نگه بداری. خدایا در دل این بندگانت محبت ذات خودت را، محبت حبیبت محمد را صلی الله علیه و سلم، محبت قرآن و اسلامت را خدایا جایگیر بنما و خدایا خاتمه کار همه ما بندگانت را به خیر بگردان. خدای مهربان با ایمان آمدیم، با ایمان حیات برده ایستاده ایم و خدایا برای ما چنان این دولت ایمان را ارزانی فرما که تا که خاتمه کار مانم سفر آخرت مانم با ایمان باشد و خدایا گذشتگان ما رحمت و مغفرت بگردانی، بیماری های این جمعیت شفای کامل و شفای عاجل نصیب بگردانی، تمام مسافران این دولت تاجیکستان ما را خدایا صحت و سلامت به خاندانشان برسانی. رهبر دولت رئیس جمهور خدا عمر دراز و توفیق با رفیق و از همه آفتها خدایا در حفظ امانت نگه بداری. آمین یا رب العالمین. الحمدلله که ما و شما در اطراف 5 صفت مؤمن که 5 جمعه یا 4 جمعه صحبت داشتیم، فکر میکنم که انشاءالله ما از این 5 صفت مؤمن آگاه شدیم و مفصلا با خبر شدیم و بازم این ما و شما فهمیدیم که با در آخر در اطراف باز نشانه های مؤمن که صحبت داشتیم، فقط در آخر برادران عزیز پیش از آنی که من به این سوال های شما جواب بگردانم همین گفتنی هستم که خداوند در قرآن برای تمام مؤمن ها گوشزد میکند انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا الله لعلكم ترحمون. یا ایها الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكون خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون. خداوند در این آیت قرآن برای تمام مؤمنها سپارش میدهد. چی سپارش است؟ این سپارش را تصور کنید که بر ذمه هر کدام شماست. تمام همین جمعیتی که الحال در همین مسجد نشسته اید، این سپارش پروردگار به ذمه هر کدام شماست. اگر ادا کنین شما در نزد خداوند جزای نیک میگیرین. اگر نام مؤمنی داشته باشین لکن از این سپارش ها شما دور باشین، عمل نکنین، در نزد پروردگار پاداش خوب نمیگیرین. خداوند میگوید
به درستی این که مؤمنها باید که با یکدیگر برادر باشند. انما المؤمنون اخوتون. باید مؤمنها، باید کسانی که امروز دعوای میکنن که ما بنده خدا هستیم، ما امت رسول الله هستیم، ما کتاب داریم به نام قرآن، این کسان دعواگر باید که با یکدیگر برادر باشند. نوابسته شما در یک محله زندگی دارین، نوابسته شما در کدام شهر زندگی دارین، این به شهر، این به کوچه وابستگی ندارد. در هر جایی که یک مؤمن هست، یک مسلمان هست، وی برادر ما و شما به حساب می رود. در هر جایی که حیات به سر می برده باشد. افسوس، صد افسوس، گویم جای تأسف است که امروز برادرهایی که از یک شکم مادر، از یک پدر در یک خانه زندگی میکنند، افسوس که در بینشان برادری وجود ندارد. چه جایی که من صحبت کنم برای آن برادرانی که در همسایگی زندگی میکنند، چه برای آن کسانی که گویم در کوچه دیگر، در شهر دیگر زندگی دارند. امروز به مهری، به شفاقتی در بین حتی برادرهایی که در یک خانه حیات به سر میبرند وجود دارد. محبت نیست، در بین یکدیگر بخل، حسد، جنگ و جدال وجود دارد. اینها از جمله کسانی به حساب می روند که سپارش پروردگارشون اجرا نکرده ایستادند. الله سپارش می دهد انما المؤمنون اخوتون، شما هم باید اخوه باشین، برادر باشین. از شما بزید آیت قرآن برآمد دارین، با یکدیگر برادری نمیکنین، با یکدیگر مهر، با یکدیگر دوستی ندارین. خواه از پشت فرزندهاتان، خواه از پشت زنهاتان، خواه از پشت مال و ملکتان، برادریتان حتی که بریدگی با یکدیگر قهری هستید. این معنای او را دارد که شما به آیت قرآن و سپارش پروردگار عمل نکرده ایستاده اید. گفتی همون حضرت حافظ شیرازی، این چی شور است در این دور قمر میبینم، همه آفاق پر از فتنه و شر میبینم. چی شد؟ حضرت میگوید این دور قمر من به دور رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مقایسه کنم، فرق بین زمین و آسمان است. چی مهر بود، چی محبت بود، چی دستگیری ها بود. افسوس که اینها همه رنگ دیگر گرفتند. هیچ مهر نه برادر به برادر دارد، هیچ مهر نه برادر به برادر دارد. حضرت میگوید زمانی شد که حتی برادر به برادر مهر ندارد، دوستی ندارد، خواهان نیک برادرش نیست. افسوس که همون زمان امروز بالای ما و شما آمد. امروز ما در چندین محاکمه های اکه و دادر که گویم از یک شکم مادر به دنیا آمدن، در جنگ جدال اونها اشتراک کردیم. چندین مکتوبه های می آید که برادرم دولتدار است، مالدار است، حتی مال زکات چه بیگانه را می دهد، مرا نمی دهد. همه این معنای چی را دارد؟ معنای این را دارد که امروز برادرای ما را همان دنیایی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند این مما اخاف علیکم من بعدی، من بر بالای امتون می ترسم. از چی؟
من زهرة دنیا و زینتها، ما یفتح علیکم من زهرة دنیا و زینتها. بر بالای شما ای امت می ترسم از اینکه دروازه های زینت، دروازه های راحت دنیا بالای شما کشاده می شود و شما برادری و مؤمنیتان فراموش میکنید. اما همون سخن پیغمبر خدا امروز الله چی شد برای ما و شما نشان داد که حقیقت این سخن رسول اکرم الله در بین ما و شما آشکار شد. امروز برادری همه دیگر بر مال و ملک است. مال و ملک داری، وظیفه داری، قدر شرف داری، برادر من هستی، و الا اگر از اینها خالی باشی تو برادر ما نیستی. انا همین موضوع الله که امروز جامعه ما و شما را فرا گرفته است. گفتی حضرت سعدی امروز خلق خیش بسیم و بزر کنن، بیزر اگر برادر زو هم حذر کنن. امروز چنان زمانی شد که همه کار فقط به پول و به مال است، دیگر به آداب و به اخلاق و به برادری دیگر هیچ تعلقات ندارد، وابستگی ندارد. بیزر اگر برادر زو هم حذر کنند. ان لكل امت فتنه و فتنه امت المال. حبیب خدا گفتن هر یک امت در یک فتنه دوچار می شد، لیکن فتنه ده که امت من دوچار می شود این مال دنیا هست. انا همین مال دنیا امروز برادری را از بین ما و شما چکار کرد؟ دور کرد. بازیچه است که فی الفریب این متاع دهر، به عقل مردمان که بر او مبتلا شوند. حضرت میگوید نه لایق بر غرور است و نه لایق بر غرور است و نه عزم اعتمادی ها نمی ارزد به این حرفی که کس گوید به من داده است. حتی همین دنیایی که بر شما داده است حضرت میگوید لایق نیست این که گویی که من آدم خدا داد هستم، مرا خدا داده است. خداوند میگه فاصلحوا بین اخویکم واتقوا الله لعلکم ترحمون. شما اگر در بین برادراتان قهرگی وجود داشته باشد، بی مهری وجود داشته باشد، مؤمنهای دیگر پروردگار میگوید وظیفه دارند که اینها را آشتی درآورند، در بین اینها محبتشون پیدا کنند، در بین اینها جنگ و جدال باشد جنگ و جدال اینها را خلاص کنند. این حالت در پروردگار شما را در رحمت خود شامل میگرداند. در تمام آیات باز خداوند به مؤمنها باز ندا میکند یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که شما مؤمن هستین، لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم. میگوید پروردگار ای کسانی که دعوای ایمان دارید، شما حق ندارید که یک قوم دیگر تان مسخره کند. شاید این که آن قومی را که شما مسخره دارید و از شما دیده بهتر باشد. الله میگوید شما حق مسخره کردن هم ندارید. مسخره چیست؟ مسخره این از حساب غرور و تکبری می شود که یک برادر مسلمان ما و شما مسخره میکنیم، به حال او میخندیم، اینا میگوید مسخره. الله میگوید شاید آن شخصی را که شما مسخره دارین، آن شخصی را که شما گوییم که آدم هم نمیشمارین، شاید که وای از شما دیده بالاتر باشد، شاید که وای از شما دیده در نزد من شرفش بلندتر باشد. عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکون خیرا منهن. باز خداوند به زنهای مؤمن خطاب دارد، ای زنهای مؤمن شما دیگر زنهایی که از قوم دیگر باشند یا از خواهر و همسایگی شما باشند، شما اونها را مسخره نکنید. شاید که آن زنهایی را که شما مسخره دارید اونها از شما دیده باز چی باشند؟ بهتر باشند. ولا تلمزوا انفسکم
شما در حق یک برادرتان عیب جویی نکنید، شما عیب جو نباشید، شما طعنه کننده حال یک برادرتان نباشید که چگونه که امروز انا همون طعنه جویی، همون عیب جویی در مردم مسلمان و مؤمن ما و شما به نهایت رواج دارد. الله میگوید این نشانه مؤمنی نیست وقتی تو بر برادرت عیب جویی میکنی یا بر بالای برادرت حسد میورزی. ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. الله میگوید یکدیگرتان لقب نگذارید، یعنی یکدیگرتان منافق و یکدیگرتان فاسق و یکدیگرتان یهودی و نصرانی و یکدیگرتان کافر نگویید. چه بدنامی هست برای آدم مؤمن. در آخر الله چی گفت؟ کسی که توبه نمی کند، یعنی کسی مسخره کننده است، کسی که عیب جو هست، کسی حسد برنده است، کسی لقب گذار است، اگر از این خصلت‌ها توبه نکنند اینها از جمله زیانکارها، از جمله ظالمان به حساب می روند. برادرای عزیز، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می فرماید مثل المؤمنین فی توادهم و تراحمهم و تعاطفهم مثل الجسد. مثال مؤمن ها در دوستی، در رحم و در مهربانی باید مثال یک جسد باشند. اذا اشتکا عضو منه تداعی له سائر الجسد. حبیب خدا گو مثل این که اگر یک جسد شما دردمند باشد باید تمام بدن شما را دردمند کند. یعنی اگر یک حال برادر شما ناخوب باشد باید همه شما ناخوب باشید. اگر در خاندان یک برادر شما بهبودی و اگر خرسندی باشد در همه شما باید بهبودی و خرسندی باشد. فقط همین در آخر به همه شما رسانیدنی هستیم که برادرای عزیز باید که اگر خواهیم که همین نامزدی مؤمنی از دست ما و شما نرود و ما و شما گوییم با زبان مؤمن نباشیم، نیکخواه یکدیگر باشیم، یکدیگر ما دوست داریم، یکدیگر ما احترام کنیم، در حق حتی همسایه‌داری هامان، در حق رفیقی هامان، در حق در کدام جهتی نباشد باید که ما و شما با یکدیگر یک مهر و یک محبت داشته باشیم. این حالت مؤمنی ما و شما چی می شود؟ پرره و مستحکم می شود. السلام علیکم داملای عزیز. حاجی مرزا، از شما خواهش دارم که اگر زنی که فرزندش از دنیا گذشته است در مابین عصر و شام یگان چیز بخورد درست است یا نه؟ از آن جمله آب. با سوال ما التماس جواب گردانید. ما یک گروه مادران شما هستیم. اصلا همین فتوا هم از حساب همین زنها گوییم که منتشر می شود و بسیاری جوانها و مردهایی که علم ندارند آن چیزی که همون زنهاشان میگوید علیه اونها قبول میسازند. حالان که هر یک فتوایی را که شما میشنوید باید که آمده از عالمها پرسید، یا همون زنی که برای شما یگان فتوایی را میگوید آیا یگان دلیل دارد یا ندارد. بین عصر و شام خوردن هیچ ضللی ندارد. در بین عصر و شام شما هر طعامی نباشد، چه آب باشد، چگونه چی طعامی نباشد از حلال کرده های پروردگار، همش برای شما درست از خوردن گیرید، هیچ زیان و ضللی ندارد. این مسئله و این فتوایی را که امروز میگویند
کودک میده‌ای که اگر از خاندان ما و شما گذشته باشد، اگر در بین عصر شام ما و شما آب نوشیم، این کودک را از خوردن حوض کوثر منع می‌سازند. این بالکل دروغ است. این تماما یگان اساس علمی ندارد. اینا تماما یگان پایه ندارند. حالا که خداوند وقتی از ما و شما طفل از دنیا میگذرد، وی چنان یک مرتبه بلند دارد که روز قیامت باز شفاعت کننده در حق پدر و مادر می شود. چگونه این گونه فرزند نمیگذارند که از حوض کوثر و آب نوشد؟ برای طفلایی که خوردن نابالغ از دنیا گذشتن، تمام جنت در اختیارشان است. هر جایی که میخواهند سیاحت میکنند، هر جایی که میخواهند خواب میکنند. هر نعمتی که در جنت وجود دارد برای این طفلها چی است؟ روا است و خوردنش. برای همین یعنی این هیچ اساسی ندارد. بین عصر شام هر طعامی نباشد، چی آب باشد، چی گویم شوربا باشد، چی غیر این چیزی نباشد، خوردنش جایز است.